در این سوره است الله نور السماوات که آیت بسیار مهم است، چرا که الله متعال خود معرفی میکنه که الله نور است، یعنی به هر چیز روشنی انداخته، وضاحت کرده، خصوصا مصالح بندگان خدا الله متعال رعایت کرده برای بندگان خود تا یک زندگی خیلی راحت به امن با آبرو و عزت داشته باشه. احکام را روان کرده که یک دم نور است، اگر این بنده ها سر از او عمل بکنه هیچگاه در تاریکی واقع نمیشه. از او جمله احکامی که تعلق به چی داره؟ ستر داره، به پاک دامنی داره، ایرم الله متعال بیان کرده. از او خاطری سوره را به نام نور یاد میکنه. 102 سوره است که قبل سوره حج و بعد از سوره حشر نازل شده. سورت مدنی است، از همون خاطر بسیار مسائلی که تعلق به احکام عملی داره در این سورت ذکر میشه، اگرچه در بعض جا دلایل توحید الله خام میآید، چرا که هیچ سورت بدون دلیل توحید الله، اثبات رسالت پیغمبر و صداقت قرآن نمی باشه و اثبات میعاد. این موضوعات اصولی است، لیکن در سوره های مدنی چیست؟ اکثر اینمی احکام بیان میشه. سورت مدنی است. ارتباطی سورت قطعی ما قبل، الله متعال در سورت ما قبل در اونجا بیان حفاظت شرمگاه کرده بود از صفات مؤمنا. مؤمن واقعی حقیقی همو بود که حفاظت شرمگاه های خود میکنه. در اینجا الله متعال بیانی و کسایی را میکنه که حفاظت نمیکنه. کسی که حفاظت نمیکنه چی جزا داره؟ او جزا را برای ما بیان میکنه. یا در ما قبل الله متعال صفات را بیان کرده بود که سبب فلاح و رستگاری بود، مراد از او فلاح اخروی بود. در اینجا الله متعال اسبابی را بیان میکنه که سبب فلاح دنیوی میشه. اگر ما مراعات قوانین الله متعال بکنیم هیچگاه ناکام شرمنده نمیشیم، به شرطی که دستورات الله را بپذیریم. شرمندگی برات رخ نمیده. کسی که احکام الله را پایمال میکنه شرمندگی در چیست رویش میآید. در این صورت چیز زیاد موضوع مرکزیش است. موضوع مرکزی صورت جلوگیری از فحشا، از بدنامی، نعوذ بالله، مسدود ساختن راهایی که موصل میشه به سوی زناکاری، بیعزتی و فحاشی. الله متعال اسباب متنوعه در اینجا بر ما ذکر میکنه. یک سلسله آدابی که سبب ستر، پاک دامنی و عفت میشه الله متعال برای ما بیان میکنه. از او خاطر احکامی که متعلق ستر و امی مسئله پاک دامنی است و برای ما ذکر میکنه. لعان میاد در اینجا، تهمت ناحق، افک، کسی که دروغ بسته میکنه، کلی گپا در این صورت میآید برای ما ذکر میشه. از او خاطر الله متعال در اینجا برای ما اسباب متنوع را ذکر میکنه که چه قسم انسان خودداری از فحاشی بکنه. چشم خود آدم پایین پرته، در خانه داخل میشی همونطور بی اجازه داخل نشو، دیگه حجاب مراعات بکو وقتی از خانه میبری این گپا را. و همچنان اگر کسی امکانات نکاح را داره نکاح بکنه به خاطر که در فحشا واقع نشه. خصوصیت این صورت الله متعال در ابتدای صورت فقط به اهمیت و عظمت این صورت اشاره میکنه که این صورت بسیار مهم است. مؤمنا باید در این سخت متوجه باشه، خصوصا زنا. عمر رضی الله عنه به حکام خود نوشته میکرد زنا را سوره نور نشان بده، به خاطر که در سوره نور زیادتر احکام تعلق به زنا داره. باید متوجه از این باشه که در این صورت چی گپا ذکر میشه. بسم الله الرحمن الرحیم شروع میکنیم به نام الله مهربانی که زیاد مهربان است، سری کلگی، رحیم و رحم کننده است. نعمتهای خصوصی خدا به بندگان خاص خود میده. سورتون این یک سورتی است انزلنا که ما نازل کردیم. میفهمی که حکم از جانب الله متعال است. و فرضناها لازم گردانیدیم، احکام ازی را لازم گردانیدیم، یا و فرضناها یا بیان نمودیم احکامش. و انزلنا فیها روان کردیم دمی صورت آیات دلایل واضح بینات برای عقاید، یک مانا آیات احکام بینات واضح که ضامن اصلاح معاشره و رشد سالم جامعه می باشه و همچنان حفاظت فرد میشه از هر نوع واقع شدن در گناه. لعلکم تذکرون، به این خاطر بیان کردیم دلایل واضح را که شما نصیحت پذیر شوی، یعنی شما دو قسم احکام رعایت بکنید، ظاهری و باطنی را. مسائلی که تعلق به عقیده داره او را شما از خود کنه و بعد از او مسائلی که تعلق به ظاهر داره که تطبیق عملی احکام است او را شما چی بکنید؟ تطبیق بکنید. از او خاطر الله متعال اهتمام سوره را برای ما ذکر کرد که احکام ازی بسیار مهم است.
الزانیت و الزانی، زنی زناکار و مرد زناکار، فجلدو شما بزنی کل واحد هر کدام از منهم از یردو را 100 جلدت 100 تازیانه 100 دره ولا تاخذکم نگیر شما را بهما در مقابلی دو رأفتون ترحم رحم دلی تا نبیاد سری از یا فی دین الله در اجرای حکم الله متعال حکم الله که اجرا میشه شما ترحم نکنه. ان کنتم تؤمنون بالله اگر عقیده به الله داره و الیوم الاخره و روز آخرت داره ولیشهد حاضر شوا عذابهما در وقت عذاب یردو زانی و زانی طایفتون یک جماعت من المؤمنین از مؤمنا. 3 مرحله برای احکام زنا ذکر شده. اول مرحلهش در سوره نساء تیر کردیم الله متعال اونجا گفته بود واللاتی اتینا او زنانی که می الفاحشته او زنانی که عمل زنا را انجام میده من نسائکم از زنایتان حکم چی بیان کرده بود فاستشهدوا علیهن 4 منکم 4 نفر از خود سر شاهد بگیری باز بود از او فاین شهدوا اگر او 4 نفر شاهدی دادن چی حکم الله اینجا کرده بود فامسکوهن فی البیوت در خانه هایتان بندی کنیشه تا چی وقته حتی یتوفاهن الموت تا که مرگ واره وفات بکنه مرگشان بیا یکن او یجعل الله لهن یا الله بگردانه برایشان سبیلا یک راه بیرون رفت. اول حکم که متعلق زنا آمده بود اونجا 4 شاهد باید تیر شود سری زنا الله گفته بود که در خانه ها بندی کنی اینمی زنا و مرد کلشه در خانه بندی کنی تا که مرگ یاره وفات کنه یا یک حکم دیگر راه بیرون رفت دیگه بیا. ابن عباس رضی الله عنهما در تفسیر بخاری شریف است کتاب تفسیر وقتی که آیت نازل شد ابن عباس رضی الله عنه میفرماید که نمی آیت مصداقی اونمو او یجعل الله لهن سبیلا یا بگردان الله راه بیرون رفت برای زنای زناکار این راه بیرون رفتش الله در سوره نور بیان کرد که آل حکم زناکار مشخص شد که چه معامله قطعش شود از او خاطر این آیت تشریح یا تفسیر برای کی شد آیتی که در سوره نساء بود. پس مرحله اولی حکم زنا امو بوده که در اون زمان کسی زنا میکرد 4 شاهد تیر میشد در خانه بندی میشد تا ای که الله حکم روان کرد. این مرحله دوم است. مرحله دوم زنا البته متعلق او کسی است که او شادی شده نباشه زن شوهر نگرفته و شوهر تا آلی را زن نگرفته اگر مرتکب عمل زنا میشه باید دوره زده شود. این دوم مرحله است. سوم مرحله کسی که توی کرده باشه زن شوهر داشته باشه شوهر زن داشته باشه و چیسته هم بستری شوهر امروی زن و شوهر هم بستری شده باشه توی شده باشه اگر زنا بکنه باز اونجا سنگسار است. چی است بگه؟ سنگسار. آیت قرآن کریم عام معلوم میشه مطلق زناکار هر کسی کی باشه اگر او آزاد باشه یا غلام باشه هر کسی کی باشه یک دوم است که اگر توی کرده باشه یا نه توی نکرده باشه این حتما اینمی حکم سرش جاری شود. و اینجا در آیت قرآن کریم ای کدن 1 ساله دور کدن از وطن ایام در اینجا ذکر نشده از او خاطر فکر میکنی که اینمی حکم است لیکن توسط احادیث صحیح احکام دیگه مردم بر ما واضح شده. چرا؟ به خاطری که جزای کنیز بر ما واضح شده که او نصف چیست؟ محصنات است یعنی 50 دوره زده میشه 100 دوره نه. چرا که عذاب از او نصف کی است؟ عذاب آزاد است. او توسط حدیث و همچنان در آیت قرآن کریم هم آمده بود که نصف ما علی المحصنات است. دوم مسئله که مردی که توی کده باشه از این آیت مستثنا است. چرا؟ در حدیث آمده حدیث عالی تشریح میکنیم براتان در حدیث جزای از وا سنگسار آمده و همچنان 1 سال دور ای کردن از همین مردم آمده. کدام کسی که دوره زده میشه 1 سال بعد از وطن خود تبعید هم شود اگرچه یک تعداد علما مثل علمای احناف تبعید قبول نداره لیکن در حدیث ثابت است و عملا صحابه این کار انجام داده. حالی در اینجا 100 دوره است اما کسی که توی کرده باشه اونجا سنگسار است. الله متعال کدام جرمایی که سبب فساد جامعه میشه جزایش خود تعیین کرده. 4 حدود داریم. چند؟ یکی زنا، یکی حد قذف، حد زنا، حد قذف، حد سرقه و دیگه حد خوردن شراب است. جزاهای ازیر الله متعال خود تعیین کرده. پیش ما براتون گفته بودیم که نظام دنیا سر 5 امور میچرخه. 5 امر در پیشرفت و ترقی دنیا رول مهم داره. نفس انسان، بگوی مال انسان، آبروی انسان،
دین انسان، عقل انسان و جان انسان که عبارت از همون خون برش میگی، خود جان انسان، هر کدامش جزاهایش از طرف الله متعال تعیین شده. البته ای چاره به نام حدود یاد میکنه، تنها مسئله چی را بگوی قصاص، او را قصاص گفته میشه. این جزاها را الله خود تعیین کرده. به خاطر چی؟ به خاطر حفاظت همین 5 چیز مهمه که او محور زندگی انسانی است. در یک جامعه انسانی اگر 5 چیز مسئول نباشه، او زندگی مفهوم و معنا نداره. پس اینجا هم موضوع زنا در بین 4 حد زنا بسیار سنگین است و بسیار سخت است. چرا؟ جرم خیلی سخت است و سنگین است. زنا او عمل ناشایسته و بد است که نه تنها خودش جرم، بلکه در پالوی خود جرم های چی را دیگر هم به بار میاره. در دنیا پیغمبر علیه السلام امت خود از 2 چیز بر حذر داشته، یکی از زن و یکی از مال. مال و زن بهترین چیز متاع دنیا است، بهترین متاع دنیا، اما در صورتی که در او حدود از او کار گرفته شود که الله متعال چی کرده؟ حد گذاری کرده. زمانی که از او حد برای مال هم سبب فتنه میشه و زن هم سبب چی میشه؟ فتنه میشه. امروز با چشم سر شما مشاهده میکنی دنیای غرب مالش از حد برآمده، راه های سود چی شده؟ خیلی زیاد شده. اوجا هم مردم در کدام سر حد میرسه و هم زن از او حد برآمده. از همون خاطر امروز زندگی غرب زندگی نیست، اگرچه در ظاهر و خوب اسباب راحتشان مهیا است، اما لذت زندگی که عبارت از اطمینان و سکون و آرامش است در واقع قطعا وجود نداره. الله متعال امت خود از این 2 چیز سخت بر حذر کرده که ای از مسیر خود منحرف نشوه، نه زن از حدود خود برایه و نه مال از حدود برایه. چرا؟ اگر برایه حتما فساد است. در دنیا اینطور یک جنگی صورت نمیگیره که عاملی از او یا مال است و یا زن است، حتما این 2 گپ موجود است. الله متعال جزای زنا را به می خاطر سخت کرده که جلوگیری از این شوه. نه تنها که خود زنا را الله حرام قرار داد، بلکه هر راهی که مفضی و منجر به واقع شدن زنا میشه الله متعال امور هم بند کرد. خلوت یک زن قطع یک مرد تنها، مکالمه گفتگوی نرم و نازک قطع اجنبی، ایره کلش بند کرده. چشما را باید پایین بندازی، بعد اگر توان داری ازدواج بکنی، بعد در خانه کسی همونطور داخل نشوی. اینمی ذرایعی است که الله متعال چی کرده؟ بند کرده به این خاطر که کسی در زنا واقع نشوه. اگر زنا واقع شوه چی میشه؟ مردمای غیرتمند وقتی که با زنش، با دخترش، با خواهرش، با مادرش، با هر قریبش زنا صورت بگیره، وجدانش ایره نمیگذاره تا اینکه انتقام خود نگیره. ایره کمال وقاحت و بیشرمی برای خود تلقی میکنه. از او خاطر امی غیرت شیر آرام نمیگذاره. از امو خاطر است که الله متعال جزای سنگین مقرر کرد که باید سنگسار باشه. سنگسار، حالی سنگسار در کجاست؟ در قرآن کریم خود ذکر نشده. در اینجا از امو خاطر است عمر رضی الله عنه در یک نماز جمعه خطبه داد و بعد از او در خطبه خود گفت که شاید سر شما زمانه دور و دراز شود و یکی از شما بگوید که ما حکم قرآن کریم قبول داریم که کسی زنا بکنه باید دره زده شود، سنگسار قبول نداریم. حدیث در مسلم آمده، در ابن ماجه آمده، حدیث صحیح است. عمر رضی الله عنه میفرماید که ما بودیم که میخواندیم چی را؟ الشیخ و الشیخه چیست؟ اذا زنایا فرجموها، زمانی که زنا میکنن شما سنگسار کنید. اگرچه در مورد تلاوت این آیت که جزء قرآن باشه اختلاف وجود داره، لیکن اگر این آیت نباشه هم توسط احادیث صحیح این موضوع ثابت است. چرا که پیغمبر علیه السلام زن زناکار و مرد زناکار را چی کرده؟ سنگسار کرده. واقعه ماعز رضی الله عنه بسیار مشهور است. غامدیه رضی الله عنها زن زنا کرده چی است؟ بسیار مشهور است. بلکه یک کسی بچهش در پیش یک کسی مزدور بود، اونمو بچه از قطع زنی امو مردکه زنا کرد. آمد امو پدری بچه به پیغمبر علیه السلام اول آورد. او را به خاطر از که
او مردکه دعوا کرده بود سری پدر که بچه خط زنم زنا کرده، چیستم مال از پیشش گرفته بود، چقدر بوز و گوسفنده، به خاطر از اینکه بد واره. زمانی که آمد او مردکه پیش پیغمبر علیه السلام که اینطور گپ شده، پیغمبر علیه السلام گفت نه مال پس رد شوه. زنی از او شادی شده بود، گفت سری از او سنگسار است و سری بچه تو چی است؟ 100 دوره است. از همون خاطر یک صحابی که انیس رضی الله عنه نام داره، برش گفت که اغدو یا انیس، برو سبا و پیش زنی این مردکه، پیش زنی مردکه برو، فین اعترفت، اگر اقرار کرد چی بکو؟ رجم کوشه، یعنی رجم سرش، سنگسار سرش تطبیق کو. وقتی که انیس رضی الله عنه اوجا رفت، او زن بالکل اقرار کرد، اعتراف کرد و حد سرش جاری شد که سنگسار بود، سنگسار شده. این عمل در زمان رسول الله صلی الله علیه و هم شده و بعد از او در زمان خلفای راشدین کسی که توی شده است زنا کرده کلش چی شده؟ سنگسار شده. از این خاطری حکم ام اجماع امت در خود گرفته، ام حدیث صحیح دلیل بالایش است و ام آیت است، به خاطری که عمر رضی الله عنه گفت که ما ایرا میخواندیم. یعنی از همون خاطر است که مفسرین در وقتی که ذکر میکنه که حکم باقی و لفظ آیت منسوخ باشه، این امیر میگه آیت زنا را کسی که توی شده باشه، زنا کرده باشه، امیر بیان میکنه. از همون خاطر است که حکم کسی که زنا بکنه و توی شده باشه علیه است از حکم کسی که توی نکرده باشه. یعنی فرق در بین هر دوست. چرا فرق آمده؟ برای از او برای پورا کردن امی قوت شهوتش رای حلال موجود است. چه باعث شده که میره نعوذ بالله قطعی کسی دیگر زنا میکنه؟ از او خاطر حکمی از او سرسخت است که سنگسار است. اما کسی که توی نکرده باشه او رای حلال برایش موجود نیست. اگرچه پیغمبر علیه السلام اینطور مردم را امر به روزه کرده که روزه بگیره، به خاطر که روزه سبب چی میشه؟ کسر شهوت انسان میشه و شهوت انسان میده میکنه. از او خاطر یکی از اسباب حفاظت از نعوذ بالله که قوت شهوت انسان غالب بیه امی روزه گرفتن است. این یکی از اسرار روزه امی است. مردمایی که همیشه سالها خورده و زده خورده و نعوذ بالله آلی مست هستند، تم نمیشه، وقتی روزه میه همه گپا چی میشه؟ حل میشه. از او خاطر حکم کسی که توی شده باشه سخت شده از حکم کسی که توی نکرده باشه. آلی در اینجا الله از زانیه حکم زنا را اول حکم بیان میکنه که متعلق زنا است. زانیه زن پیش کرده از مرد کرده. چرا؟ در حالی که در سرقه از سارق و چیست؟ و سارقتو میگه. و همچنان در آیاتای قرآن کریم که احکام میایه اکثرش به صیغه مذکر است، زن به طریق طبیعت داخل است. اما در اینجا مشخص کرده زن و بعد از او در سری حکم ذکر کرده، اشاره میکنه به این گپ که بله اگر زن آماده نشوه به زنا، مرد نمیتونه که زنا بکنه. چرا؟ صادر شدن این عمل شنیع از زن بسیار چی است؟ بد است به نسبت مرد کرده. چرا؟ الله متعال به طور فطری، به طور خلقی در وجود زن الله یک شرم و حیا را گذاشته که اونمو قوت در مرد نیست یا امو خصلت در مرد وجود نداره. با وصفی که الله متعال قدر حیا و شرم برش گذاشته و این پرده حیای خود میداره، نعوذ بالله مرتکب یه عمل غلط میشه، این بسیار بد است برای زن. یکی. دوم، زن جسم لطیف و نازک است، عاجز است. از همون خاطر الله امر کرده که همیشه در خانه زندگی بکنه، در کارهایی که عام مردم در او کار آغشت است، مثل مندیا و مثل جاهایی که چی هست، مثلا کانای ازغال است، در این طور جاها باید زن حضور پیدا نکنه، به خاطر که عاجز است. زود کده زیر تاثیر مردم میره. الله متعال یاره منع از اختلاط مردا از همین خاطر کرده. بس اوقات اینمی اختلاطا سبب بدبختی میشه. پس وقتی که یک زن با وصفی که در خانه مامور شده باز همین ارتکاب زنا میشه، دیگه بدبختی از این میشه، یعنی عمل از این دیگه میشنی است. سوم چیزی که زن باید این کار نکنه، شهوت زن به نسبت شهوت مرد خیلی کم است. اگرچه به نزد مردم عوام این شهرت پیدا کرده که عشق یک مرد برابر 10 عشق از زن است، نیم عشق از مرد است، نیمش از زن. این گپا غلط است. به تجربه هم ثابت است، در آیات حکم الله متعال هم ثابت است که یک مرد اجازه 4 زن داره
از این معلوم میشه که توان و قوت مرد از زن که خیلی زیاد است و زن خو مریضی ماهواری سرش میاد، مشکلات میاد، طفل تولد میکنه. از او خاطر این امور باعث از این میشه که شهوت از او خیلی کم میباشه به نسبت مرد. از همون خاطر با کم بودن امی قوت شهوانی باز امی مرتکب جنایت میشه دیگه، لکه یا نکته متوجه از این میشه. از او خاطر الله متعال کلمه زانیه را پیش ذکر کرده، برخلاف سرقه در اونجا بدی یا شناعت از عمل مرد است. چرا مرد الله تقویت وجود قوی داده، میتونه در مجامع حضور پیدا بکنه، هر طرف سفر بکنه، برای رزق خود، برای پورا کردن مشکلات خود هر طرف کسب و کمایی میتونه. لیکن وقتی که بازمو دست به دزدی میزنه دیگه بسیار عمل از او بد است به نسبت زن، چون که برای زن مخارج موجود نیست عملی کار. اگر او دزدی میکنه به نسبت مرد خیلی برای از او یک نوع عذر است، اگرچه دزدی خود گناه کبیره است هر کدامشان بکنه، لیکن تفاوت در اعمالشان وجود داره. از او خاطر الله متعال در اینجا زانیه را پیش ذکر کرده. از زانیه و از زانی مراد از زانیه اینجا کدام زن است؟ زن عاقل بالغ که هم عقل داشته باشه هم بالغ باشه و توی شده باشه، چی؟ توی شده نباشه. و زانی مردی که عاقل و بالغ و توی شده نباشه، فجلدوا دوره بزنه کل واحد هر کدامی از یار منهما از امی هر دوره 100 جلده 100 دوره زده شوه.